قسمت بعدی Areas of Activity هست که مناطق کاری رو تعیین میکنه. خودش به صورت پیش‌فرض پارامترهای Horizontal Illuminance و Cylindrical Illuminance رو در خودش داره و در واقع علاوه بر این که به ویژوال تاسک ها میپردازه و اون میزان Horizontal Illuminanceی که به ویژوال تاسک مربوطه ارتباط پیدا میکنه رو محاسبه میکنه و میسنجه، ارتباط بصری و تشخیص اشیا در محیط رو هم به واسطه Cylindrical Illuminance مشخص میکنه. میتونیم یک محدوده رو مشخص کنیم، مثلا توی این قسمت که میزها هستند و اکثرا افراد نشسته هستن، میتونیم این محدوده کاری رو مشخص کنیم. وقتی که این محدوده کاری مشخص میشه، ما دیگه توی پوزیشنینگ نمیتونیم ارتفاع براش تعیین کنیم. فقط میتونیم یک روتیشن در حول محور Z داشته باشیم. ابعادش رو میتونیم ادیت کنیم و پوزیشنش رو در راستای X و Y میتونیم مشخص کنیم. در واقع مختصات نقطه مرکزی رو میتونیم مشخص کنیم. برای اینکه ارتفاع این صفحه رو تعیین کنیم، لازمه که مشخص کنیم که فعالیتی که توی فضا انجام میشه یک فعالیت نشسته یا سیتینگ هستش و یا فعالیتی هستش که افراد ایستاده هستن یا حالت استندینگ دارن. توی این حالت، توی هر کدوم از این دوتا حالت میتونیم create modeling داشته باشیم. میتونیم مدلینگ ایندکس رو هم محاسبه کنیم. همون چیزی که توی قسمت کمیت‌های نورسنجی در موردش صحبت کرده بودم. بسته به اینکه این فعالیتی که انتخاب میکنیم سیتینگ هستش یا استندینگ، ارتفاع صفحه میتونه 160 یا 120 سانت باشه. حالا چون اینجا محدوده هست که میزها رو در نظر گرفتیم و قرار دادیم، روی همون حالت سیتینگ قرارش میدیم و به صورت پیش‌فرض هم خودش این پارامترهای Horizontal Illuminance و Cylindrical Illuminance رو در نظر گرفته. اسپیس، ایزولوکس، ولیو چارت، اینها هم مشابه قسمت‌های قبل هستن. اینجا میتونیم اسم گذاری کنیم، توضیح براش بنویسیم، حتی میتونیم کات اوت ایجاد کنیم. این قسمت‌هایی رو می‌خوایم، مثلا این قسمت‌ها رو نمی‌خوایم محاسبه کنیم، اینجا رو یک کات اوت مستطیلی ایجاد می‌کنیم. کات اوت رو بعد از اینکه ترسیم می‌کنیم میتونیم باز انتخاب کنیم و ادیتش کنیم. به این صورت. لایتسینی که انتخاب هستش و فعال هست، لایتسینی هست که همه چراغ‌ها رو شامل میشه. یک کلکیولیشن انجام میدیم. به ما گفته که مدلینگ ایندکسمون 44 صدم هست که توی بازه‌ای که به صورت پیش‌فرض براش تعریف شده و استاندارد تعریف کرده قرار میگیره. پس مدلینگ ایندکس خوبی هستش و علامتش رو میبینیم که سبز شده. تو قسمت Horizontal Illuminance یک روشنایی میانگین 677 لوکس داریم و یونیفورمیتی 84 صدم که مقادیر خوبی هستن. حالا اگر خواستیم که این رو به همون 500 لوکس برسونیم یا کمتر، میتونیم با استفاده از لایت سین ها، دیمینگ ولیو ها و یا اینکه تو قسمت لایت زیر مجموعه لمپ شارژ نوری چراغ ها رو کم کنیم. Cylindrical Illuminance هم که حداقل باید 150 لوکس باشه تا بتونیم یک ارتباط بصری خوب داشته باشیم. توی این قسمت می‌بینیم که 300 لوکس هست و 2 برابر تارگت ایلومیننسی هست که توی استاندارد مشخص شده. یونیفورمیتی 75 صدم داره که یونیفورمیتی خوبی هستش. باز این رو هم میتونیم ادیت کنیم و باز کلکیولیشن انجام بدیم و نتایج رو بررسی کنیم. میتونیم دیاگرام ها رو پاک کنیم یا نمایششون بدیم.